ما تا نیستیم. ما دو اگریگاتی نیروگاه برقی آبی راغون رو به استفاده دادیم. خدایا تنصیحت امام رحمان کن. خدایا تاجیکستان را گلافشان کن. خدایا راغون ما را نورافشان کن. چندین بارها ما در افغانستان بودیم. باور میکنید خلق افغان از خدا طلب میکند آنها در نزد ما گفتند خدا کی به ما همین خیر راهبر را به مانند راهبر شما امام رحمان را میسر میگرداند که افغانستان ما تنگ میشود. کسی که از خود هیچ چیز نمانده است، هیچ کار نکرده است، یگان کار خیری را به سامان نرسانده است، لیکن از دور سنگ میزند. از روی مشاهده که من در فعالیت شما به دست آوردم، شما در قبول کارها، در نظارت کارها مسئولین. بله. صفت کار، سرعت کار، هنری بنیادگذاران رو چخیل بهاگذاری میکنید؟ در حاضره صد با شکر کار خوب رفته ایستاده است. صفت کار بهترین است. نظارت یک نظارت نه یک چند نظارت از بالای کاری ساختمان رفته ایستاده است. از آن جمله ما از حساب فرمایشگر گروه نظارتی بیتون میباشیم. بیتون رو ما نظارت میکنیم. خیلی خوب براه مانده شده است. کار رفته ایستاده است. آدمی که خود واردی ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون می شود و از نزدیک می بیند، او باوری حاصل می کند که آینده درخشان دارد. این ساختمان عصر است. این ساختمان به حد ساختمان وزمین است. صد بار شکر خدا که به ما خداوند چنین پیشوا را میسر گرداند، تاجیکستان را تنج کرد. این وظیفه مهم و وزمین ساختمان را به عهده گرفت که تماما ممکن که 99% آدمان زید بودند، او به عهده گرفت و ما از آن میفخریم که 70 سال ما در اتحاد شوروی یکی از رسپوبلیک های برادری بودیم. ولی چخیلی از سال 80 تا 84 ما در مورمانسک و مسکو و لنینگراد تجربه آموزی می رفتیم. تاجیکستان رو دوشنبه می گفتن ایتا تاشکند. نه که خوشبختانه ببینید که سرور حکومت ما پیشوای ملت امام رحمان این رو به درجه رساند که ما رو نه تنها در اتحاد شوروی پیشینه بلکه در تمام جهان میشناسند. بالای همه این ما از آن افتخار میکنیم که در سازمان ملل متحد در اکثریت مجلس ها ما میبینیم که پیشوای ملتی ما رو امام رحمان را رئیس مجلس میگذارند. رئیس مجلس انتخاب میشود. این برای ما یک روح بلندی و سرفرازی و افتخار ملی و ملت تاجیک است. بله، چون که ملت وابسته به طلبات زمان از دیگر به عالمیان شناسانید. بله بله، تاجیک را تمام دنیا شناخت. بله، خاصه به تشبس های امین سرور دولت ما که در تمام دنیا هواداری پیدا کردند و 5 مرتبه سازمان ملل متحد قطعنامه قبول کرد. بله بله، من میخواهم باز همین رو بگویم که چندین بار گفتم، باز میگویم که خدایا تنصیحت امام رحمان کن.
خدایا تاجیکستان را گلافشان کن، خدایا راغون ما را نورافشان کن. ما آرزو داریم، امید داریم، از خدا تولا داریم که دائم سربلند باشند. کسی که از خود هیچ چیز نمونده است، هیچ کار نکرده است، یگان کار خیری را به سامان نرسانده است، لیکن از دور سنگ میزند. تمام آنها همین خیل فرقه آدم ها هستند. ما یگان کار بهترین آنها را پیش رو آورده نمیتوانیم. اگر مثلا ما میدانستیم که فلان پروفسور هست یا فلان دانشمند زوری هست که او در جهان نام گفته است، یا که از حساب او ما رو میشناسند، یا که یگان نشانه بزرگ در تاجیکستان مانده است، آن گونه میگفتیم در حقیقت همان آدم است. با تاریخ برگردیم، درباره صلح و وحدت پیش آوردن پیشوای ملت سرور کشورمان امام علی رحمان چه اندیشه دارید؟ من همین را گفتنی هستم که من خودم اشتراکچی محاربه های افغانستان هستم. 2 سال در آنجا لیتنانتی کلان شده خدمت کردم. چندین بارها ما در افغانستان بودیم. باور میکنید خلق افغان از خدا طلب میکند، آنها در نزد ما گفتند خدا کی به ما همین خیر راهبر را به مانند راهبر شما امام علی رحمان را میسر میگرداند که افغانستان ما تین میشود. ببینید که چقدر آنها آرزو میکنند. یا که انا ایرانی ها هم در اینجا خاتمه کار میکنند، در راغون همین گپ رو میگویند که کاش که ما هم همین خیر راهبر میداشتیم. زندگی آسوده شد، آباد شد، عمر شیرین گشت، دلها شاد شد، کار رونق یافت، سرمحصول گشت، خلق مهنت کش و کار استاد شد. شاد خورم زندگانی میکنیم، زندگی با کامرانی میکنیم. این حیاتی نغز، این ملکی عزیز، از دل و جان پاسبانیش میکنیم. ما باید همگان از یک گریبان سر برآورده در قطار پیشوای ملت قهرمان خلق تاجیک امام علی رحمان باید پهلو با پهلو ایستاده باز تاجیکستان را گلافشان‌تر گردانیم. ما میتوانیم، ما تانستیم. ما 2 اگریگاتی نیروگاه برقی آبی راغون رو به استفاده دادیم. من همین رو از کتاب خواندم که در نوشته شده بود که تا 1 ژانویه سال 2022 نیروگاه آبی برقی راغون
با همین دو اگریگات 570 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده است. این شاهد است برای ما.